دوستان عزیز، چند تا جمله آماده کردم امروز براتون که در حق عذرخواهی براتون جمله بسازم. من میخواهم امروز خرید بروم. من مشت میخواهم heute امروز einkaufen یعنی خرید کردن، gehen یعنی بروم، رفتن. من امروز وقت ندارم خرید بروم. Ich habe heute keine Zeit, um einkaufen zu gehen. من دیروز خرید کردم. Ich habe gestern einkauft. من دیروز خرید کردم، در گذشته. kaufen einkaufen در زمان حال و eingekauft در گذشته. eingekauft در زمان گذشته. یک گی اضافه میشه، یک گی و ای بین ein. من نمیخواهم امروز خرید بروم. Ich will nix heute einkaufen gehen. من امروز نمیخوام خرید بروم. من فردا برای خرید میروم. Ich gehe morgen einkaufen. تمام شد رفت. ویدیوی بعد